یعنی سجده کردن به غیر از ذات الله جل جلاله به کس دیگه جایز نیست. حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خودش کس را اجازه نداده در زندگیش که سر خود تعظیم بکنه. پیغمبر صلی میگفت که شما بگوین سبحان ربی العظیم. تعظیم فقط به ذات الله جل جلاله بکنین. مسلمان پشت رواج نمیگرده برادر. رواج یک چیز است، و دین و عقیده چیز دیگه است. بیاین ما دین خدا، عقیده خدا، کلمه خدا از قرآن یاد بگیریم، از برای خدا. یک نفر میخیزه به نیابت از دین گپ میزنه، یک روز قرآن درست خوانده نمیتونه. تو چطور از قرآن گپ میزنی؟ درست است. مثلا من استاد پوهنتون هستم، لکن من حق ندارم که بخیزم بگم که من استاد انجینری هم هستم، انجینری درس میتم. من تخصص ما بگم من ولد طبام درس میدم، بخیزم یک دفتر واز کنم بگم که اینا بیاین بعد از این پیش من بهتون پشکاری میکنم. من یک پشکاری کردن نمیتونم. این حال هر کس رشتهش است، تخصصش است. حالا ما چرا در رشته و در تخصص خودی خصوصی است که پدرم شیخ بود، پدرم خوب آدم بود، لکن از پدر خو علم خو انتقال نمیکنه. تو باید کتاب بخوانی، قرآن بخوانی. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذين آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. برادرای محترم، درس امروز ما و شما درباره بعضی از دوستان مفهوم کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را چی کردن؟ پرسیدن. و بعضی کسا گفتن که اگر در ورزم یک کمک بر ما یک دست گرفته شوند تا که ما مفهوم لا اله الا الله محمد رسول الله را بفهمیم. و علتش است که بسیاری کسا مثلا در این شرایط مالی میبینیم بعضی کسا هستن به مخلوق سجده میکنن به نام اسلام. این رهبر فلان فرقه است، رهبر فلان طایفه هست، بر از او سجده میکنن. میرن پیش قبر سجده میکنن، میرن پیش بت سجده میکنن، میرن پیش یک انسان زنده رکوع میکنن، سجده میکنن. اینجا اصل مشکل در چی است؟ اصل مشکل در این است که این دوستای ما، این کسایی که کارا را میکنن، اینا معنای لا اله الا الله محمد رسول الله را نفهمیدن. ما باید اول معنای اینمی کلمه را بفهمیم. شما ببینین، فکر کنین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم زنده هست. آیا محمد صلی الله علیه و سلم در زندگی خود سوال بکنید، احادیث است، قرآن است و حدیث است، و انسان باید قرآن بخونه و انسان باید حدیث بخونه تا که دین بفهمه. اگر امیال در اینمی مجلس ما و شما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضور می داشت، اگر میگه متمکن ندارم کاله است، اگر حضور می داشت، یک نفر میره برش میگه که پیغمبر خدا من میخوایم بر تو تعظیم بکنم، بر تو سجده بکنم، آیا پیغمبر خدا ایره قبول میکرد؟ در زندگیش مردم صحابه آمدن گفتن ای پیغمبر خدا بر ما اجازه میتیم ما بر سجده کنیم؟ پیغمبر صلی الله علیه و برش گفت که نه. اگر سجده جایز می بود ما چی میکردم؟ اگر سجده جایز می بود ما برای خانم ها می گفتم که شما برای شوهرایتان سجده بکنین، ولی ما برای خانم ها میره نمیگم. یعنی به خاطر از این که خانم ها برای شوهرای خود احترام بکنن ما امیر نمیگم. معنای حدیث شریف چی است؟ که یعنی سجده کردن به غیر از ذات الله جل جلاله به کس دیگه جایز نیست.
حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خودش کس را اجازه نداده در زندگیش که سر خود تعظیم بکنه. پیغمبر هم میگفت که شما بگوین سبحان ربی العظیم. تعظیم فقط به ذات الله جل جلاله بکنین. مسلمان ها وقتی که در حبشه رفتن، در حبشه دیدن که مردم به او پادشاه حبشه چی میکردن؟ تعظیم میکردن، مثل که ما و شما در سبحان ربی العظیم استاد میشیم. وقتی که پادشاه داخل شد کلگی رفتن به تعظیم. اصحابی که در حالت بسیار سخت قرار داشتن، در حالت قرار داشتن که از وطنشان مردم کشیده بودشانه و در اینجا هم آمده بودن که یارا جای نته و پادشاه هم مسیحی هست، یا آمده بودن که اینجا پناه برن که چند وقت اونا میکششانه پیش از این پادشاهی که اگرچه خودش مسلمان نیست، مسیحی است، اهل کتاب است، لکن مردم مسلمان پناه میداد. رفتن پیش از او و آل فعلا در قصر از او قرار دارن. حالتشان بسیار خراب است و قریش نماینده خودم روان میکن از پشت سرشان که اینا را اونجا هم نمانه. کلگی تعظیم کردن برای پادشاه رواج است، لکن مسلمان پشت رواج نمیگرده برادر. رواج یک چیز است، و دین و عقیده چیز دیگه است. کسی که مطابق رواج خود دینه پیش میبره او متدین نیست، او مسلمان نیست، او را خدا دینش قبول نمیکنه. اینه مردم ها وقتی که آمدن در مقابل از دیدن که کلگی پادشاه دید که کلگی به تعظیم رفتن، مثل که ما و شما سبحان ربی العظیم میگیم. مسلمان ها تعظیم نکرد. استاد بود، پادشاه حبشه پرسانشان کرد شما چرا تعظیم نکردین؟ گفت برای ما رسول الله صلی الله علیه و سلم وظیفه داده و یاد داده و قرآن بر ما نازل شده. قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که بغیر از ذات الله جل جلاله به کس دیگه سرت پایین نکو، حتی به پیغمبر سجده نکو، بر پیغمبر رکوع نکو. گفت صحیح حق است، دینتان حق است. میکشی ما از شار ما را میکشی. گفت نه دینتان حق است. سجده و رکوع به ذات الله جل جلاله است. اینمی سجده کردن به الله، اینمی رکوع کردن به الله، اینمی دست دعا بالا کردن فقط به الله جل جلاله، اینمی عظمت الله را در قلب جای دادن، اینمی معنای کلمه لا اله الا الله هست. اگر ما و شما قرآن عظیمشان درست مطالعه کنیم و بخوانیم، در کل قرآن عظیمشان برای ما میگه که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض. اگر از مشرکین پرسان میشد، از ابو جهل، از ابو لهب، از امیه ابن خلف، از بزرگای مشرکین، از کل مشرک پرسان میشد ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض. قرآن بر ما میگه او برادر بیاین ما دین خدا، عقیده خدا، کلمه خدا از قرآن یاد بگیریم. از برای خدا یک نفر میخیزه به نیابت از دین گپ میزنه، یک روز قرآن درست خوانده نمیتونه. تو چطور از قرآن گپ میزنی؟ درست است، مثلا من استاد پوهنتون هستم، لکن من حق ندارم که بخیزم بگم که من استاد انجینری هم هستم، انجینری درس میتم. من تخصص ما بگم ما ولد طبام درس میدم، بخیزم یک دفتر واز کنم بگم که اینا بیاین بعد ازی پیش ما بتان پشکاری میکنم. من یک پشکاری کردن نمیتونم. این حال هر کس رشتهش است، تخصصش است. حالا ما چرا در رشته و در تخصص خودی خو سعیست که پدرم شیخ بود، پدرم خوب آدم بود، لکن از پدر خو علم خو انتقال نمیکنه. تو خو باید کتاب بخوانی، قرآن بخوانی. قرآن میگه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض. ولئن و اگر سألتهم، اگر پرسان کنی ای محمد صلی الله علیه و سلم از مشرکین، هم بر مشرکین راجع است. یعنی گفت اگر از مشرکین پرسان کنی من خلق السماوات والارض، که آسمان و زمین کی خلق کرده؟ لا یقولون الله، میگن الله خلق کرده. امی آیت روز اولی که من خودم خواندم من ایران بودم. وی مشرکین میگفتن که آسمان و زمین خدا خلق کرده، میگه بله، قرآن گفت بله میگفتن. حیران ماندم.
خیلی وقتی که میگفتن که خدا را میشناختن و میگفتن زمین و آسمان خدا خلق کرده، اینا خب ما میگیم ما چرا مسلمان هستیم خیلی و مشرک بدن. باز آمدیم آیت دیگه را خواندیم که طواف میکردن، که بله طواف هم میکردن. نماز میخوانن، بله نماز هم میخواندن. پرسانشان میکردی به عقیده کیسی؟ به عقیده ابراهیم علیه السلام هستم. عقیده ابراهیم علیه السلام، نماز میخوانن، طواف میکنن، زمین و آسمان میگه خلق. رزق کی براتان میده؟ الله. خیلی بین من و بین از این مشرک چی فرق بود؟ خیلی چرا خیستن در مقابل پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ گفتن اونا در مقابل لا اله الا الله خیستن. خیلی یک نفر که بگه که آسمان خدا پیدا کرده، زمین خدا پیدا کرده، رزق خدا میده، طواف میکنه، نماز میخونه، خیلی در مقابل لا اله الا الله چی مشکل داره؟ گفت مشکلشان در مقابل لا اله الا الله ای بود که اونا میگفتن که نه، الله وجود داره، الله وجود داره، ما عبادت به الله خداوند عبادت میکنیم. لکن اینا میگفتن که در پالوی خدا دیگه معبودای خرد و کوچک هم وجود داره. میگفتن ما نماز میخوانیم به خدا، ما سجده میکنیم بر خدا، ما میگیم که خدا زمین و آسمان خلق کرده، کلش هم میگفتن الله. میگفت ما ایمان داریم، ما مشکل نداریم، اما مشکلتان خیلی چیز. گفت ما نظر خدا میبریم پیش هوبل، نظر میبریم پیش هوبل. چرا نظر پیش هوبل میبری؟ گفت صاحبی هوبل، ایلاتی، مناتی 360 بود که بودن، یا کلش دوستای خدا بودن، شخصیت های بزرگوار بودن، اولیاء الله بودن، پیغمبرا بودن. حتی در تاریخ میاخیل صاحب است، اون روز من خواندم در می کتاب الرحیق المختوم که امو چیزی که بسیار عطایر کنفرانس کشورهای اسلامی را گفته که این کتاب بسیار قوی و معتبر و دقیق است و جایزه عمومی را گرفته. گفت که حتی روزی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه داخل شد، بتا را که کت چوب خود پایان انداخت، گفت دو مجسمه بود، یکی مجسمه ابراهیم علیه السلام و یکی مجسمه اسماعیل علیه السلام در داخل کعبه مانده بودن. ما به دین ابراهیم هستیم، ما این صاحب تصویر ابراهیم علیه السلام جور کردیم. ما به دین اسماعیل هستیم، این ما از اسماعیل علیه السلام. ما کافر نیستیم، ما خود بیدین نیستیم، ما خود نیستیم. خیلی چی میگن؟ خیلی ای بتا چیست؟ ای دوستای خدا هست. ای دوستای خداوند شفاعت ما را میکنه پیش خدا. پیش از این دوستای خدا میریم که این دوستای خدا ما را به خدا نزدیک بسازه. لیقربونا الی الله. چرا خدا دور است؟ خداوند گفت و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. خداوند برشان گفت که الله الصمد. او مردم، الله بی نیاز است. از چی بی نیاز است؟ از چیزهایی که مخلوقات به اون نیازمند هستند. مخلوقات به چی نیاز دارن؟ اگر تو پیش یک رئیس جمهور میری، پیش یک پادشاه میری، تو مجبور هستی که چون رئیس جمهور در قصر چهار طرفش پیردار است، مجبور هستی پیش سکرترش بری، مجبور هستی پیش بادیگاردش بری، مجبور هستی پیش رئیس دفترش بری. از این خاطر تو مجبور هستی از طریق واسطه ها خدا به رئیس جمهور برسانی. خداوند گفت که ما الله الصمد است، خداوند بی نیاز است، من ضرورت به سکرتر، ضرورت به معاون، ضرورت به بادیگارد ندارم. خداوند ذات ذوالجلال است. فانی قریب. وقتی که بنده های من درباره من پرسان بکنم، من خودم به بنده خود نزدیک هستم. او رئیس جمهور گپ تو را نمیشنوه، از این خاطر مجبور هستی از طریق بادیگارد و ترا پیشش بری. وقتی که میگه خداوند عالم الغیب و شهاده هست، خداوند عالم غیب است و شهاده هم غایب در قلبت. وقتی که چرا چیغ بزنیم بگیم الله الله؟ یک تعداد از اصحاب پیغمبر در یک راه جهاد کردن، وقتی که آمدن صدا کردن الله اکبر الله اکبر، چیغ زدن میرفتن. پیغمبر هم برشان گفت که اربعوا علی انفسکم، سر نفسایتان رحم بکنین، شما ذاتی را که کر باشه یا دور باشه العیاذ بالله عبادت نمیکنین. خداوند متعال که دمی قلبت گپ بزنه، عالم غیب است، میفهمد. دمی قلبت هم که بگی که لا اله الا الله، در دلت هم بگردید آیسته آیسته بگی که سبحان الله سبحان الله سبحان الله، خداوند میفهمد. این حال اینجا عبادت‌ها را از شخصیت‌ها را ما عبادت میکنیم، اینا ما را به خدا نزدیک میسازن. خداوند گفت که من خودم نزدیک هستم. حالا من نزدیک هستم و بنده خانه پر پلو،
حالا من خودم نزدیک هستم بر تو. اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. وقتی که سوال کرد بنده های ما در مورد ما، فانی قریب، ما به بنده خود چی هستم؟ نزدیک است. در سوره قاف آیت شریف دیگه میگه که من حبل الورید، خداوند بر انسان از شارک گردن، این شارک گردن چه قبم رای تو نزدیک است. خب خداوند برات نزدیک است، گپت میفهمه، مشکلت درک میکنه، در قلب چیز را بگردن. خداوند ذات کریم هست. چرا خداوند ذات کریم است؟ میگه فرق بین سخی و بین کریمی است که سخی بعد از او که از پیشش بتلبی برات میته، لکن کریم که ایش نتلبی برات میته. تو نگفتی خدای دو چشم بده، تو طفل بودی خدا بر دو چشم داد چون ضرورت داشتی. نگفتی که خدای بر من قلب بده، خدای قلب بده، تو دیگه میشه تا که جوان میشی باز دعا میگردی برات قلب میداد. گفت خداوند ذات کریم است، پیش از اینکه تو دعا بکنی خداوند ضرورت های تو برات داده. کریم پیش از اینکه تو بخوای برات میده. خب